خیلی خوب، رسیدیم به بخش حساس و مهیج گل کوچیک تک به تک با چشمان بسته. سکوت رو احتیاج دارن طرفداران چون باید صدای پیشکسوت‌های خودشون رو بشنون. 2 دقیقه 1 گل با صدای سوت داور. برو تایمو نگه دار. کارت قرمز دارین. وایسا بلندم نکن. صبر کن یه لحظه صبر. کارت قرمز داره. تایمو نگه داره نداره. 1:54 بود شایان. یه لحظه ببینیم چی صبر کن. نه بابا خب میفهمی چرا؟ این باید زودتر بیاد. پایش اشکان تو خوبی؟ نه باشه من بهش میگم او زودتر نه تو لگنش کنم. او یارو دوید حرام چه دیگه بازی آره یه ذره خلوت یعنی آروم باشه بهتر میشه. میفهمی الان اگر این دیدی گفتم برگرد تو گفتم برگرد همینو برگرد یعنی داره اون حمله میکنه.